ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 35-умро аз рӯи китоби адабиётшиноси варзида ва мунаққиди барҷастаи тоҷик соҳиб Табаров зиндагиномаи Садриддин Айнӣ солҳои 1875-1899 дар қироати Абдурашид Хоҷамкулов бишнавед. اما دامالله عوض محمد خوجندی مرحوم بالفعل به اصلاح درس شروع کرده، به تدریج خطبه خواندن را ترک کرده، حدیث، تفسیر، فقه، اصول فقه، معانی و بیان را در جدولی دروسی رسمی، چون این جدول به خصوص به درسخانه دامالله مرحوم بود، به وفات این شخص در سنه 1325 هجری 1908 میلادی این جدول از میان رفت. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 14، صفحه های 30-31. همین طور صدرالدین در همان سال تحصیلی 1894-1895 در پیش دامالله کنجکیش ملا عبدالسلام هم درسخانگی جماعه دامالله محمد اکرام را از شرح ملا می‌خواند و درس‌های پیشینه و آینده اش را تکرار و تیار می‌کند و هم از همین دامالله کنجکیش یک درس نو را از متن کافیه می‌خواند و از خود می‌کناند. صدرالدین به ضمن همه اینها به مدرسه بدلبیک به نزد دامالله کنجکیش ملا بازار که از دهنوی عبدالله جانی محل خودشان بود رفته، باز از یک جای دیگری کافیه درس نو سر می‌کند. در عین زمان وی به مثل سال گذشته باز در پیش صاحب حجره مدرسه بدلبیک نو قاری نورالله به خواندن درس از مختصر وقایه، مختصر الوقایه نیز مشغول می گردد. همین طور چنان که بارها تأکید گردید، در سال تحصیلی 1894-1895 مقدار درس‌های ملا بچه صدرالدین به 5، 1 تا با دامالله محمد اکرام، 2 تا با ملا عبدالسلام، 1 تا با ملا بازار و 1 تا با قاری نورالله رسید که خواندن و قرائت و تکرار کردن آنها وقت زیادی را طلب می کردند و از غیر وقتهای در راه درسخانه و انتظاری به نوبت درس می رفتگی 5 ساعت صرف می شد. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 7، صفحه 109. از همین سال تحصیلی 1894-1895 سر کرده، تمام مشاهده ها، ملاحظه ها و دیده و شنیده ها درباره احمد مخدوم دانش، شاهین و دیگر معارف پروران، مطالعه روزنامه ترجمان و کتاب های در خارج بخارا چاپ گردیده، رفتار و عمل روشنفکران و معارف پروران نخستین بخارایی به روسیه، ترکیه و دیگر مملکت‌های شرق میانه و نزدیک سفر کرده، صحبت‌ها با سودا، تحسین و هم مسلکان آنها، نقل و حکایه‌های دامالله اکرام
و دیگر حادثه های اجتماعی، تاریخی، علمی، فلسفی، دینی، مدنی و مخصوصاً ادبی به تدریجاً تبدیل یافتن شعور و تفکر و جهانبینی اجتماعی، جمعیتی، تاریخی، فلسفی و ادبی و استتیکی عینی آورده رسانیدند. چنانکه عینی از ترجمه حال خود خوانندگان را آگاه می کناند، در آغاز همین سال تحصیل 1894-1895 در ماه‌های ربیع الاول و یا ربیع الثانی سال 1312 هجری، سپتامبر و یا اکتبر سال 1894 میلادی از حجره در مدرسه بدلبیک نوکی از آن دامالله کنجکیش قاری نورالله بود محروم می گردد. در اساس آن دلیل و بیانات، مواد و خاطره ها، اینچنین اثرهای تاریخی و بدیعی خود عینی به خلاصه آمدن ممکن است که در زیست و زندگانی، تعلیم و حیات مادی و معیشی صدرالدین ملا بچه سال تحصیلی 1894-1895 یکی از سالهای سنگین ترین و سخت ترین و پرمشقت ترین و پراذیت ترین او حساب می یافته است. از همین سبب عینی بعضی لحظه های این سال تحصیلی وزنین ترین خود را در آن شب روزها در بخارا در قصه مرگ صدخور با تمام حقیقتی تلخش خیلی راست و درست و حقانی و واقعی منظور خوانندگان و محققان من بعده حیات و ایجادیاتش گردانده است. خودی نویسنده در آغاز این قصه خود در این باره این طور نوشته بود: من در سالهای 1312 هجری، 1895 میلادی که طلبه مدرسه های بخارا به شمار می رفتم، بی باشیشگاه ماندم و در بخارا که تقریباً 100 در مدرسه کلان و قریب همین قدر مدرسه خرد داشت، برای من حجره قابل استقامتی به زودی یافت نشد. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 4، صحیفه 11. صدرالدین در همین سال تحصیلی 1894-1895 در هنگام جستجوی جای استقامت و یا حجره با آدمان گوناگون و مختلف، از جمله با رحیم قند که پدر شاعر تاجیک محمد جان رحیمی بود و با صدها دیگران شناس می گردد. از جمله از این قصه درباره رحیم قندی صاحب هنر و با توسط او راجع به ترجمه حال محمد جان رحیمی معلومات مفید به دست در آوردن ممکن است. تولدگاه این آدم، رحیمی قند، در دهه فایق تومن شافرکام بخارا بوده، در شهر بخارا نشأ و نما و کسب و کمال یافته موسیقی را آموخته است و او از اسبابهای موسیقی تنبور می نواخت، اما سرود نمی خواند. همانجا جلد 4 صحیفه 27 می نویسد عینی درباره رحیم قند: در این سن و سال بلاغت به چنین سختی و مشکلی، رنج و اذیت و عذاب و مشقت دچار آمدن و بی حجره و بی کوی و بی در ماندن، به ملا بچه صدرالدین تأثیری منفی رسانیدند و مناسبت تنقیدیش را به بی‌عدالتی های اجتماعی دورانش بیش از بیش و بیش از پیش زیادتر نمودند. آن عذاب و مشقت بی خانه و بی جایی،
بی لباسی و بی پایفزاری و دربدری در مصرع‌های زیرین یکی از غزل‌های همین دورگی عینی به طور ذیل افاده یافتند: بی حجره و بی کویم و بی جامه و دستار، بی نقل و می و چنگم و بی مونس و غمخوار. وقتی که ملا بچه صدرالدین در همان سال تحصیل 1894-1895 بعد از عذاب و مشقت زیاد هنگام جستجوی اقامتگاه به مقصدش نمی رسد، اکثر وقت شبهای تحصیل و تعطیلش را در مدرسه بدلبیک نو در یگان حجره شریک درس و همسبقش و یا طالب علمی شناس روز می کند و از همین وقت سر کرده او در چنین بزمها و شب نشینی ها و شب خوشی ها در حجره های شریک درسان و هم جماعگانش دور و دراز اشتراک می کند. عینی بعدها همان روزهای بزمبازیش را چی در شبهای تحصیل و چی خصوصا تعطیلش در غزلی بزم سال 1904 حقانی و واقعی تصویر کرده است. او در این غزل به آیندگان درباره مهارتی بلندی صوتخوانانی سرودخوانانی مشهوری بخارا، قاری کمال و قاری نجم، شش مقام خوانانی نامدار حلیمی سفید، تنبوری هنرمندی بخارا عطاجام، دوتاری معلومی بخارایی طاهر جام، حافظ و دوتار نواز رحیمی قند، شیرین کاران یحیای مسگر و امانجان، اینچنین سرایندگان و نوازندگانی مشهوری یهودیانی بخارا داوود، یوسف، لیوی و دیگران معلومات مفیدی می دهد. ملا بچه صدرالدین در چنین بزمها با بعضی از دوستان، شریک درسان، هم سبقان و هم جماعگانش در حجره یکی از آنها شرکت ورزیده بسیاری وقت خود را به شنیدن صوت و سرود و تنبور و دوتار نوازی و شیرینکاری آن صنعتکاران صرف می نمود. او در چنین شب نشینی ها گاه گاه در گچبازی و پادشاه بازی شریکان و همسبقان و مقربانش اشتراک می نمود. چنان که بعدها عینی تصدیق می کند، همه اعضای آن بزم و شب نشینی ها با علم و ادبیات ذوق و رغبت نداشتند و در چنین شب نشینی ها آن دوستان ملا بچگانی همسبق و شریک درسانش درباره ادبیات بدیعی و مخصوصاً شعر و شاعری دهن نمی کشادند، هرگز سخنی نمی راندند و شعرخوانی هم نمی کردند. اما برای آنها شنیدن آواز حافظان، شش مقام خوانان، نوازندگان و عموماً رامشگران معقول بود که یکی از مخلصی اساسی و صادق آنها خودی ملا بچه صدرالدین هم بود. او این فکرش را در این جمله ها جمع بست کرده است: در مدرسه بدلبیک در بین طلبه ها و ملاها از ادبیات هیچ گپ نمی شد. شبخوشی طلبه ها در شبهای تعطیل در یگان حجره جمع شده صوتخوانی، سرودخوانی کردن، گچبازی نمودن و پادشاه بازی کردن بود. در سرودخوانی هیچگاه شنوندگان به معنی بیت خوانده شدگی دقت نمی کردند و آن را نمی فهمیدند. فقط از آواز خواننده ذوق می بردند و حالان که خوانندگان همگی هوسکار بوده آواز خوبی نداشتند و هواها را هم درست نمی دانستند. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 7، صحیفه 110. در آن شب نشینی ها اهل آن بیشتر و زیادتر صوت و سرودخوانی را دوست می داشت و همه آنها تنها مخلصان و دوستداران حافظان و رامشگران بودند و خلاص.
در آن بزم و شب نشینی ها که صدرالدین در آنها فعالانه اشتراک می‌ورزید، بسیار سرود و ترانه ها سراییده و صوت و نواها نواخته می شدند و آن طلبگان ملا بچگان مدرسه بدلبیک نو شنیدن آن ترانه و سرودها را از شش مقام خیلی دوست می داشتند. اما متاسفانه اکثری سامعان و شنوندگان آن ترانه و سرودها نه معنی بیت‌های خوانده شونده را می فهمیدند، نه از چگونگی استعداد و مهارت، ذوق و هوس رامشگران واقف بودند و نه خوبی و بدی آوازی حافظان و سرایندگان را درک می کردند. آنها حتی چی نوع بودنی صوت و نوای آوازی دیگر هوسکاران صنعتی زمان خود را نیز درست نمی فهمیدند. چنان که بارها در بالا اشاره کرده شد، در بین استخامت کنندگان مدرسه بدلبیک نو تنها یک نفر شخصی با معرفت، ادبیات و صنعت دوست و بزمگرد بود که هم ادبیات بدیعی، هم شعر و شاعری را دوست می داشت و هم قیمت و ماهیت خود شعر را نیز درست می فهمید. این شخص ملا روزی ختم کننده مدرسه، سواد خوبی تاجیکی و عربی داشته و شعر و صنعت دوستداری اکثری وقت آزاد و خالی خود را در توی و بزمهای سرشماری بخارا گذراننده بود. ملا روزی در همان روز و ماه‌های برای صدرالدین پرمشقتی سال تحصیل 1894-1895 صدرالدین را به چنین بزم و شبنشینی ها جلب نمود و با او اونس گرفت، چون که ملا بچه صدرالدین نقص می فهمید که ملا روزی شعر را نه تنها دوست می دارد بلکه خوب هم می فهمد. عینی کلیات جلد 7 صفحه 111. عینی ملا روزی شعر دوست و شعر فهم را هم در مختصری ترجمه حالی خودم و هم در یادداشت‌ها با محبت زیاد یادآور می شود. او می نویسد عینی خیلی قشاق بود. با وجود ادبیات دوستیش غیر از یک دیوان چاپی حافظ دیگر کتاب ادبیات نداشت. او حافظ را قریب تماما از یاد می دانست و به من خوانده می داد. جایهای را که من نفهمم ایضاح می داد. همانجا جلد 1 صفحه 45. ملا بچه صدرالدین را لازم می آمد که به قشاقی ملا روزی رحمش آمده جامشویی های او را در قطار لباس خوجین هایش بجا آرد. در روزهای تعطیل حجره اش را که ماری برادرزادگان عبدالله خواجه تحسین بود روبد. در حجره ملا روزی نه پلاس کرایی بود و نه کتاب های درسی. او مدرسه را با سواد خوبی تاجیکی و عربی با کتاب های آریتی و امانتی خوانده تمام کرده بود. همانجا جلد 7 صفحه 112. از روی تصدیق عینی در حجره ملا روزی در مدرسه بدلبیک نو از کتاب‌های ادبی تنها آن یک دیوان چاپه حافظ را دائما می‌دیده است که هنگام روبوچیل حجره اش قدری در آنجا مانده آن دیوان را مطالعه می‌کرده است و از آن بعضی غزل‌های حافظ را تکراراً می‌خوانده است و از بر می‌نموده است. ملا روزی هم شخصی ادبیات و شعر دوست بوده. دیوان چاپه حافظی در دست داشته اش را نیز دائما مطالعه و غزلهای جداگانه آن را پی در پی حفظ می نموده است.
از تأکید من بعدی عینی معلوم می گردد که در مدت 2 سال من بعدی 1895 1896 به ملا روزی خدمت کردن، در بزم و شبنشینی ها با او یک جایه اشتراک نمودن و با او یک جایه بودنش شعرهای آن دیوان چاپه حافظ را پره از یاد نموده بوده است و مضمون آنها را نیز خوب می دانسته است. ملا روزی هرگاه با صدرالدین وامی خورده است به او بعضی غزلهای حافظ را خوانده، آن جایهایی را که برایش نامفهوم بودند به او شرح و ایضاح می داده است و می فهمانده است. همین طور صدرالدین در بدل 2 سال بیمزد و بیمنت روبوچین نمودن حجره و شستن لباسهای ملا روزی، شرفمندی هم خواندن، یاد گرفتن و یاد کردن و هم درک و فهمیش مضمون و غایه غزلهای همان دیوان چاپی حافظ می گردد. عینی به خاطر می آرد که ملا روزی بعدها همان یگانه دیوان شخصیش را در بدل خدمتهای 2 ساله‌اش با بیان جمله‌های ذیل به او همچون یادگاری تقدیم می کند. من حافظ را از یاد می دانم، به من در کار نیست، در تو باشد. همانجا جلد 1 صفحه 45 می گوید او به صدرالدین ملابچه. عینی اینچنین به دوستداران ادبیات بدیعی تاجیک خبر می دهد که آن دیوانی حافظ هنوز در دست من هست. همانجا جلد 1 صفحه 45. احسن به ملا روزی که آن دیوان حافظ را در یکی از روز و ماه‌های سال تحصیل 1894 1895 به عینی تحفه کرده بوده است و عینی آن را به آیندگان تا به امروز محفوظ داشته است. با همین فرضیه های را به میان گذاشتن ممکن است که در آن 2 سال خدمت به ملا روزی و من بعد این دیوانی حافظ پس از دیوانهای صایب و عبدالرحمن جامی برای عینی یکی از آن سرچشمه و مأخذهای ادبی و بدیعی او بوده است که قریب هیچگاه آن را از دست دور نمی ساخته است و دایما با از بر کردن غزلهای آن دیوان مشغول بوده است. طرز روزگذرانی ملا روزی هم حیرت انگیز بود. او تماما وقت خود را به توی و بزم و شبخوشی صرف می کرد که چنین طرز زندگی او به صدرالدین به سن رشد رسیده بی تأثیر نمی ماند. عینی بعدها در این باره چنین معلومات داده است: یگانه مشغولیت ملا روزی بزمگردی بود. اگر در دور پیش بزم واقعی شود، شبانه می رفت و بعد از تماشا گاها نیمه های شب، گاها سحر به حجرهش آمده می خوابید. صدرالدین عینی، کلیات جلد 7 صفحه 112. اگر ملا روزی و صدرالدین ملابچه امکانی به بزمهای در بسته رفتن نمی یافتند، تیز تیز به بزمهای دایره خبر و بزمهای جماعتی می رفتند. در هر یکی از چنین بزمهای دایره خبر و بزمهای جماعتی یک دایره دستی سال خورده سردسته و وسطاکار بوده، به هیئت آن دسته یک جوانی رقاص و 3 یا 4 نفر دایره دست داخل می شد. در چنین بزم و تویها سرایندگانی خوش آواز، دایره دستانی زبردست، رقاصانی هنرمند و دسته های نقص
آبرو و احترامی زیاد داشتند. عینی آن ماه و سالهای بزم و تویگردی‌هایش را با ملا روزی در سال تحصیلی 1894 1895 و ماه‌های تعطیلی 1895 به خاطر آورده چنین می نویسد: وقتی که من در مدرسه بدلبیگ بودم، ملا روزی به بزم احمدی خواجه یکشنبیگی نام رقاص می گشت که در رقاصی خیلی هنرمند و در خوانندگی در زمان خودش بی همتا بود و در بین دایره دستان این دسته توله غژدوانی و ارگش ملایانی نام دایره دستان بودند که ضرب دستهایشان را آسمان کف می نامیدند. همانجا جلد 7 صفحه 114. عینی در جای دیگر می نویسد که ما در آن گونه بزم‌ها رقص تماشا می کردیم و حافظی می شنیدیم. همانجا جلد 1 صفحه 45. عینی شناسان اولین بار از همین لحظه های بزم و تویگردی های او الهام ایجادی گرفتنی این ملا بچه آگاهی پیدا می کنند. خود او اولین پارچه های منظومش را که خودش حالا آنها را شعر نمی شمارید، از الهامگیریش از چنین بزمگردی ها می شمارد و با آنها علاقمند می کند. من، می نویسد عینی، اولین شعرهای خود را در تصویری همان بزمها گفتم که حالا نمونه های آن شعرها در دستم نماندند. عینی کلیات جلد 7 صفحه 114. چنان که معلوم است، همین ملا روزی مخلصی دائمی حافظ در همان سال تحصیلی 1895 1896 سالی به حجرگی صدرالدین میل و ذوق این ملا بچه را به توی و بزمگردی می افزایاند. در نتیجه از همان وقت سر کرده او یکی از مخلصانی بزم و تویگردانی مشهوری بزمهای دایره خبری، بزمهای دایرگی و بزمهای جماعتی آن سالهای بخارا می گردد. خود عینی در یادداشت‌ها این ذوق و شوق خود را به توی و بزمهای دایره خبر، دایرگی و بزمهای جماعتی مفصل بیان کرده است. از جمله او تاکید می نماید که وقتی ملا روزی در مدرسه بدلبیگ نو استقامت می نمود، طبیعتاً صوت و سرود و رقص دوست بودن صدرالدین را فهمیده و از این ذوق و شوق او استفاده برده او را با خود به توی و بزمها می برد و با همین او را به بزمگردی ها عادت می کنند. همین طور ملا بچه صدرالدین از سال تحصیلی 1895 1896 سر کرده در شبهای تعطیل توی و بزمگردی جماعتی و دایره خبر را همراه ملا روزی ترک و قطع نمی کند. اما